با درود به شما همیهنان. من نیز حامی لگام هستم. من محمود مرادخانی از گروه براندازان که متشکل از کانون کنشگرایان ایران و آزادگان نروژ است، حمایت خودم را از گروه لگام که به همت دکتر محمد ملکی در ایران تشکیل شده است اعلام می‌دارم. مبارزه با فرهنگ خشونت و با حکم ضد بشری اعدام یکی از وظایف ما و یکی از مراحل مهم برای رسیدن به مردم سالاری و سکولاریسم است. از همه شما همیهنان درخواست دارم که در این مبارزه شرکت بکنید و یا از مبارزان حاضر در صحنه پشتیبانی و حمایت بکنید. به امید آزادی ایران از چنگال استبداد آخوندی جمهوری اسلامی. زنده باد آزادی، زنده باد ایران. درود به شما هم میهنان گرامی. من نیز حامی لگام هستم. من رامین گلبانگ هستم از آزادگان نروژ که جزئی از براندازان هست و از شما میخواستم خواهش بکنم که شما نیز به کمپین من نیز حامی لگام هستم بپیوندید. همونطور که میدونید لگام لغو گام به گام اعدام حرکتی است که به وسیله هم میهنان ما در ایران آغاز شده و در یک ایران آزاد و در ایرانی که به جان انسانها اهمیت داده میشه و برای جان انسانها ارزش قائل میشیم، میخوایم که این قانون ضد بشری رو در میهنمون نداشته باشیم. از طرف خود من، از طرف آزادگان نروژ، کانون کنشگرایان ایران، براندازان، از شما هم میهنان گرامی در سرتاسر ایران و جهان خواهش میکنم که به این کمپین بپیوندین و حمایت خودتون رو از کمپین من نیز حامی لگام هستم نشون بدید. با سپاس از شما، به امید ایران آزاد ما. همیهنان عزیز، من نیز حامی لگام هستم. من آرش مهدوی از کانون کنشگرایان ایران و آزادگان نروژ از همه شما در سرتاسر جهان میخواهم که به کمپین لغو گام به گام اعدام بپیوندید. همه ما باید با لگام باشیم و از این حرکت پشتیبانی کنیم، چون ایران مدرن ما در امروز نباید قانون اعدام داشته باشه مثل بسیاری از کشورهای دموکراتیک و پیشرفته جهان. زنده باد ایران، زنده باد آزادی. شما نیز همراه و همگام با لگام باشید. درود میفرستم خدمت هموطنان عزیزم. مرتضی ستاری هستم، عضو کانون کنشگرایان ایران و آزادگان نروژ. من نیز حامی لگام هستم. من نیز حامی لغو گام به گام اعدام در ایران هستم و از همه آزادی خواهان و مردمی که خواهان تغییر هستم تقاضا می کنم که به این کمپین بپیوندند برای اینکه بتوانیم لغو گام به گام اعدام در ایران را حمایت و پشتیبانی بکنیم. سپاسگزارم از همه هموطنان. زنده باد ایران، زنده باد آزادی. با درود خدمت همه بینندگان عزیز، ایمان نبی هستم از اعضای کانون کنشگرایان و آزادگان نروژ. همانطور که میدونید ما روز 10 اکتبر روز جهانی علیه اعدام رو پشت سر گذاشتیم. در این روز همه کنشگران ضد حکم قرون وسطایی اعدام تلاش میکنن تا به جامعه بشری بگویند حکم اعدام هیچ تأثیری در کاهش جرم و جنایت نداشته و فقط باعث ترویج خشونته و آسیب جبران ناپذیری به جامعه وارد میکنه. ترویج و نهادینه کردن خشونت مردم هر جامعه رو از حرکت بایسته خود باز می‌داره. برخی میگویند اعدام ناشی از وجود شرایط نابهنجار اجتماعیه. میتوان طور دیگری هم دید و گفت شرایط نابهنجار اجتماعی ناشی از سیاست‌های غلط مثل مجازات اعدامه. بنیانگذاران کارزار لگام لغو گام به گام اعدام از تمامی ایرانیان که خواهان حذف روش‌های خشونت افزا در جامعه هستند رو به یاری می‌طلبند تا به همراهی و پشتیبانی از کارزار لغو گام به گام اعدام بر ترویج و شیوه‌های خشونت‌آمیز در کشورمان لگام زنیم.
من نیز به عنوان یک فرد و عضوی از براندازان حمایت و پشتیبانی خودم را از کارزار لگام اعلام می‌کنم. سپاسگزارم از وقتی که به من دادید. با درود به شما همیهنان عزیز و سروران گرامی. این جانب ابوالفضل رجب‌زاده هستم، عضو فعال کانون کنشگرایان و همچنین عضوی از گروه براندازان. همینطور که میدونید 10 اکتبر گذشت، روز جهانی نه به اعدام در کل دنیا، به خصوص نه به اعدام به سیستمی که درون کشورمون هستش، سیستم آخوندیسم و همینطور حکومت اسلامی که سالهای سال سرکوب کرد ملت زحمتکش و رنج کشیده کشورمون رو. من از همین تریبون میخواستم اینو اعلام کنم که حامی حرکت‌های اعتراضی بر علیه اعدام و بر علیه این عمل شنیع و خشونت‌آور در جامعه باشیم. نگذاریم که این عمل ادامه دار باشه و همچنین حامی گروه لگام باشیم در ایران که فعالیت خودش رو چند سالی هست آغاز کرده و من از همین تریبون اعلام میکنم که همیهنان عزیز به این گروه ها بپیوندیم و از این گروه ها حمایت کنیم، چون ما نیاز به جهانی داریم که درش صلح و آرامش باشه و هیچ خونی ناحق نریخته باشه. سپاسگزارم اینکه به حرف من گوش دادید. امیدوارم که در فردای آزادی ایران همه ما عزیزان در کنار هم با آزادی و آرامش خوب و مناسب برای آینده بهتر با هم همزیستی کنیم و زندگی کنیم. سپاسگزارم. بدرود تا درودی دیگر. با درود. هم میهنان عزیز، من نیز حامی لگام هستم. من مهسا غلامی، عضو فعال کانون کنشگرایان ایران و آزادگان نروژ از همه شما عزیزان میخواهم که به کمپین لغو گام به گام اعدام بپیوندید. همه ما باید با لگام باشیم و از این حرکت پشتیبانی کنیم، چون ایران مدرن ما در امروز نباید قانون اعدام داشته باشد مثل بسیاری از کشورهای دموکراتیک و پیشرفته جهان. زنده باد ایران، زنده باد آزادی. شما نیز همراه و همگام لگام باشید. بدرود. با درود به همه هموطنانم در سراسر دنیا. اصلان حسندو هستم، از اعضای کانون کنشگرایان و گروه براندازان. قصدم از ضبط این ویدیو اعلام حمایتم از کارزار لغو گام به گام اعدام در ایران یا همون لگام هستش. بنده و بسیاری از اعضای گروه براندازان حامی این کارزار هستیم و دعوت میکنیم از همه هموطنانی که مخالف این حکم قرون وسطایی اعدام در حقیقت هستند و متاسفانه ایران دارای یکی از آمارهای بسیار بالا در سراسر جهان هستش و سالانه حداقل 800-900 نفر تا 1000 نفر در ایران اعدام میشن و امیدوارم که هموطنانم به حمایت از این کارزار بپیوندن و در حقیقت از این کارزار حمایت بکنن و آگاه باشن که هرگز حکم اعدام نتونسته جرم و جنایتی از کشور ما کم بکنه، بلکه آسیب‌های جبران ناپذیری به جامعه ایرانی وارد کرد و امیدوارم که با حمایت از این کارزار اتفاقی بیفته که حداقل مردم آگاه بشن که اعدام چیز خوبی نیست. با سپاس از همه شما و منتظرم که در حقیقت منتظریم این گروه براندازان که شما عزیزان صفحه‌ای که ما در فیسبوک به نام من نیز حامی لگام هستم رو بپیوندید بهش و حمایت بکنید و یه همچین ویدیویی درست کنید و دوستان خودتون رو آگاه. من وحید ایدری نصرآبادی هستم از کنشگرایان نروژ و افتخار میکنم که در راه آزادی ایران فعالیت میکنم
ما و من همه یاران با هم طرفدار و پشتیبان گروه لگام هستیم. به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک آزادیخواه در سلامت عقل اعلام میکنم من هم یک لگام هستم. به امید آزادی ایران زمین ما تا با هم نباشیم یک دست صدا نداره، باید با هم باشیم تا ایران رو آزاد کنیم. تا آزادی ایران زمین. بدرود بر شما. حامی لگام هستم. درود بر شما. من اکبر ارمنپور هستم، عضو کانون کنشگرایان ایران و آزادگان نروژ. منم مثل تمام سایر آزادیخواهان کشور عزیزم ایران خواهان لغو قانون مجازات اعدام هستم و خواهان براندازی حکومت فاسد آخوندی که هر روز داره ظلم و فسادش بیشتر میشه. امیدوارم که تمام شما عزیزان هم چه در داخل کشور چه خارج از کشور به کمپین مبارزین با قانون مجازات اعدام بپردازید. مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر اصل ولایت فقیه. تا درود دیگر بدرود. من نیز حامی لگام هستم. من پیمان شمشیردار از کانون کنشگرایان ایران در کشور سوئد به این حرکت لغو گام به گام اعدام که توسط جناب دکتر ملکی این طرح پیشنهاد شده و عملی داره میشه به این حرکت پیوستم و امیدوارم که این حرکتی باشه که بتونه ذهن‌های در واقع خاموش رو بیدار بکنه و همه به این حرکت بپیوندن تا بتونیم حداقل این حرکت ضد بشری رو در ایران خاتمه بدیم.